به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و دلتون مثل کرسی خونه مادر بزرگ گرم. بازم یه شب سرد دیگه مهمون خونه هاتون شدیم تا با هم داستان راه شب و ورق بزنیم. داستان امشب و جناب آقای رحمانی از شهر زیبایی سرباز برامون فرستادن و فرمودن که این داستان اثر سرکار خانم عرفان نظرهاری هستش. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. پشتش سنگین بود و جاده های دنیا طولانی. میدانست که همیشه جز اندکی از بسیار را نخواهد رفت. آهسته آهسته میخزید دشوار و کند و دورها همیشه دور بود. سنگ پشت تقدیرش را دوست نمی داشت و آن را چون اجباری بر دوش می کشید. پرنده‌ای در آسمان پر زد، سبک، و سنگ پشت رو به خدا کرد و گفت این عدل نیست، این عدل نیست. کاش پشتم را این همه سنگین نمی کردی. من هیچگاه نمی رسم، هیچگاه. و در لاک سنگی خود خزید به نیت ناامیدی. خدا سنگ پشت را از زمین بلند کرد، زمین را نشانش داد. کره‌ای کوچک بود و گفت نگاه کن، ابتدا و انتها ندارد، هیچ کس نمی رسد، چون رسیدنی در کار نیست، فقط رفتن است و رفتن، حتی اگر اندکی، و هر بار که می روی رسیده ای. و باور کن آنچه بر دوش توست تنها لاکی سنگی نیست. تو پاره‌ای از هستی را بر دوش می‌کشی، پاره‌ای از مرا. خدا سنگ پشت را بر زمین گذاشت. دیگر نه بارش چندان سنگین بود و نه راهش چندان دور. سنگ پشت به راه افتاد و گفت رفتن، حتی اگر اندکی، و پاره‌ای از او را با عشق بر دوش کشید. خب ممنونم از توجه شما عزیزان. اگه شما هم داستانی دارید که فکر میکنید جاش توی این بخش خالیه، حتما به صفحه من رادیو ایران برامون بفرستید تا توی این بخش ازش استفاده کنیم. ممنون که با ما هستید. تا هفته دیگه و داستانی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.